زمزمه ها این من وسط کلاس چپه کرده و دیگه اصلا نمیتونم جدی باشم آجیمون. آره واقعا خیلی خوب جنتل. امروز با سریای مارول. خیلی خوب آقا، من علیم. به نکوسافت خوش اومدید. هدف این پادکست اینه که بازی اولمون رو ساختیم و یکم ما رو بیشتر بشناسیم و چیزای دیگه حالا در موردش بیشتر توضیح داده میشه. آرش شروع کن با تو معرفی کن. بسم الله الرحمن الرحیم. شبکه یک شده. بسم الله الرحمن الرحیم. یه لحظه رفتم تو حالت جلسه چیز بود. جلسه اشتباه شده. آره میخوام شروع کنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرفان هستم و خوش اومدید به نکوکست، اولین پادکست رسمی از کمپانی نکوسافت. امروز حالا همونطور که علی جان توضیح داد اومدیم دور هم یه گپ و گفتی داشته باشیم، در کنار هم یه سری صحبتایی راجع به اولین بازیمون که منتشر شده، اولین بازی رسمیمون ویسپرز گرندپاست جی یا همون نجوه ها یا زمزمه ها، میراث پدر بزرگ داشته باشیم. همونطور که گفتم منم عرفانم و میتونیم بگیم که بنیانگذار شرکت نکوسافت. آره. خیلی خوب آرش. من آرش نظری جولیکی ام، دوست عرفان، و اینکه من نویسندگی بازی رو انجام میدم و کلا کارهای گرافیکی مثل پوستر سازی اینطور. منم علی هم کارم دیجیتال مارکتینگ، بیشتر تو حوزه استارتاپ ها کار میکنم و یوتیوب هم دارم و توی نکوسافت کارهای حالا مارکتینگ و ادیت هم چون یوتیوب کار میکنم بلدم ادیتاشو انجام میدم. خیلی خوب آقا، آشنایی تیم چجوری بود آقا عرفان؟ از اول شروع کن. ببین آشنایی تیم اگه خواسته باشم بگم یه مقداری پیچیده و خنده داره. خیلی خنده داره. ببین ما اصولا کلا این تیمی که اینجاست همه با دعوا با هم دیگه آشنا شدیم. بگیم که با آرش حالا نزدیک 5 ساله که الان با هم رفیقیم، همون اوایل آشنایی هم با دعوا شروع شد. اومدیم کنار هم یک دعوایی شد و خلاصه آشنا شدیم و رفیق و سلام اسم چیه؟ آرش هم من عرفانم که خونمون هم نزدیک آنلاین هم بود قبلش. آفرین. آره این چه آدم چه فرمایی سر کرونا. آره بعدش که حضور شد دیگه آره این اتفاقات افتاد و دیگه کم کم آشنا شد. آره دیگه خدا رو شکر که حضوری شد. آره و بعد از اونم که میتونیم بگیم که آشناییت ما و علی هم که افتاد به پارسال. اونم دعوا شد. آره انگار هممون با هم دیگه توی مدرسه بودیم. من با نیم متر قد رفته بودم جلوی عرفان، از اونم لاتیشو پر کرده بودم. بعد یه دعوای سنگین من وسط کلاس چپه کرده بود. بعد دیگه کم کم یه هفته گذشت و مثلا ما با هم دیگه کم کم بهتر دوست شدیم، چون من آرش هم کلاسی بودیم، حالا یه دوستی ریزی با هم داشتیم. کم کم دیگه اون میومد کلاس ما اینا با هم دیگه آشنا شدیم، دیدیم این نقاط مشترکی داریم. من مارکتینگ کار می‌کنم، اینا بازی سازی، گفتیم آره دیگه همون پیدا کردیم. آره. و الان تقریبا نزدیک یه سال نمیشه ولی نزدیک یه سال که هم دیگه هم میشناسیم. آره. و همین اتفاق خوبی بود اون دعوا. آره کلا دعوا چیز خوبی. آره چیز خوبی. فقط که با دعوا شروع میشه فقط خوبی. خیلی آقا چی شد تصمیم گرفتیم بازی بسازیم؟ ببین من یه خواسته باشم داستان بازی سازی رو توضیح بدم. یادمه کلاس 4 یا 5 بودم، نشسته بودم پشت تلویزیون، یه برنامه بود به اسم بازی ویزیون. یادمه. آره یادته یه برنامه به اسم بازی ویزیون داشتم نگاه می‌کردم، یه بخشیش بود انگار کامنت می‌خوند. مثلا همون که بک‌گراند چیزا کراش. آفرین. آره انگار میومد و کامنت میخوند. کامنت خوندن انگار اومده بود نوشته بود که ما 3 تا نوجوان هستیم، ما 3 تا نوجوان میخوایم انگار بیایم یک بازی خطی یا لینیر میخوایم بیایم بسازیم. بعد انگار اینو گفتن و اینا گفتن اگه مثلا پیشنهادی دارین چیزی دارین به ما بگین. اون مجری اون برنامه یه سری حرفایی زد، گفتش که آقا مثلا بالی کلا که رفتین سمت بازی سازی، بازی خطی. من آقا اومدم کنجکاو شدم، گفتم بازی خطی چیه؟ رفتم گوگل یوتیوب سرچ کردم آقا بازی خطی چیه. کلا یادم یه روز کامل نشستم راجع بازی خطی خوندم. کم کم گذشت هر روز بیشتر علاقه پیدا کردم. گفتم آقا ناموسن میتونیم بگیم که اینجا یک دنیای خوبیه، یک دنیای باحالیه، دنیای بازی سازی. خدا نیستی ولی میتونی تو اون دنیا خدای خودت باشی. خب این تفکر منه. بعد ما رفتیم سمتشو همینجوری ادامه پیدا کرد، بازی پشت بازی و میتونیم بگیم که این آموزش بازی سازی من خودم توسط خودم دیدم دیگه. آره دیگه اینجوری شد که اومدیم سمت بازی سازی و الان در خدمت شما.
این سال از آرش میپرسم ایده بازی از کجا دادی؟ یعنی از کجا اومد؟ ایده بازی خب ما اولش اصلا بگم که چی شد یهو رفتیم سمت بازی ترسناک. من و عرفان حالا پای نهم که بودیم نشسته بودیم داخل یک کوچه‌ای، حالا نمیدونم دقیق چی یک کوچه‌ای بود، بعد یه سبک صندلی اینا نشسته بودیم داشتیم ساندویچ می‌خوردیم اینا. بعد آقا من قبلا مثلا راجع به این فکر کرده بودم اینا، بعد به عرفان گفتم عرفان مثلا اینجوریه فلان اینا، مثلا میدونستم که عرفانم بازیسازی انجام میده، خب مثلا سبکش موقع عرفان فرق داشت اینا. بعد بهش گفتم عرفان میتونی همچین سبک بازی بسازی؟ گفت مثلا چی؟ شروع کردم کامل داستان بازی رو بهش توضیح دادم اینا و اینکه گفتم این سبک ترسناک خیلی فلان اینا و عرفانم حمایت کرد و دیگه از اونجا شروع شده اینا که کم کم بریم سمت بازی ترسناک و بازی داستانی و حالا گرافیک بالا و اینا. بعد جالبش اینه اولین نسخه‌ای که از این ساختیم اصلا اینجوری نبود، خب خیلی آره. داغون‌تر، اصلا فقط می‌تونستی راه بری داخلش. خب ولی کم کم گذشت بعد از تقریبا 6-7 ماه کار روی پروژه به این چیزی که الان هستیم رسیدن، یه مقدار مطلوب‌تر شد. چقدر طول کشید بازی ساختش در کل؟ ببینید غیر از این 2 هفته که تصمیم اصلی شد. آره ببین میتونیم بگیم که در کل حالا با اسست ها و اون در کل یک کی قلیش فوشش داخلش میتونیم بگیم که حالا در کل اینجوریه که نزدیک 6 ماه ما روی برنامه نویسی کار کردیم، نزدیک 6 ماه روی انیمیشن ها، نزدیک 6 ماه روی حالا اون اسست های بازی، روی اون 3D مدل های بازی اومدیم کار کردیم. ولی حالا تو این یه ماه، توی این 2-3 هفته اومدیم و اینا رو فاینالیزه کردیم، به اصطلاح دیگه اومدیم همه اینا رو کنار هم چیدیم و تبدیلش کردیم به یه پکیج و بیلد ستینگ رو انجام دادیم و فرستادیمش داخل مارکت. بعد در مورد تقسیم وظایف هم که نیاز من توضیح بدم، تقسیم وظایف اینطوری بود که آقا هر کسی، ما از اول تنها مشکلی که هر تیمی نداره رو ما نداشتیم، یعنی هر تیمی داره رو ما نداشتیم. بس تقسیم وظایف بود، هر کسی میدونست قرار چیکار کنه. یعنی اگه بهش نمیگفتی مثلا شاید تمام بحث من با عرفان سر مارکتینگ شاید مجموعش 1 ساعت باشه، ولی شاید مثلا اون یه هفته جنگ اصلا من و آرش و عرفان با هم دیگه صحبت نمی‌کردیم، ولی من کار خودم رو انجام میدادم. هر کسی اصلا نیازی نبود بگه، هر کسی میدونست وظیفه‌ش چیه. بعد آرش که اصلا من تا حالا ندیدم، یه بار بهش بگی یه پوستر مثلا فلان می‌خوام، تازه خیلی کیفیت پوسترش هم خوبه، هم تو تلگراممون میتونین ببینین هم تو پست‌های یوتیوبمون. و آره من تایمی ندیدم که ما پوستر بخوایم و آرش نده، یعنی جالبش تو کمترین زمان ممکن با بالاترین کیفیت. آره من اصلا تعجب می‌کردم، یعنی یهویی 100 تا پوستر پشت سرم میومد که خفن بودم همش. و عرفان هم که خودش دیگه همه کارا رو دستش گرفت و اصلا نیازی نبود کسی به چیزی بگم. منم در کنارش کارهای مارکتینگ رو انجام میدادم. و الان که رسیدیم به این بحث، میخوام از دیاکو و مهدی و پدرام عزیز یه تشکر کنم سر پروموت کردن اون تو تلگرام. دمشون گرم واقعا. آره واقعا هیچ وقت یادم نمیره. آره بعد حالا باگایی که هیچ وقت یادمون نمیره، میخوام از آرش شروع کنم. یه باگ بگو که هیچ وقت یاد نمیره تو نکوساف، یعنی اشتباهی از بازی قبلی یا همین بازی؟ از همین بازی از بازی قبلی بذارید بگم، چون این بازی واقعا تا جایی که یادم میاد هیچ باگی نداشته. نه اصلا از هر باگی تو تیم هر چیزی اتفاق افتاد. نه من از بازی قبلی بگم. قبلا یه بازی فکر کنم اولین بازیاش هم بود، یه بازی ساخته بود که این فوتبالا بود داخل موبایل که اینجوری می‌کشید پرچم مهره طوری بود. بعد عرفان این ساخته بود مثلا جز اولین پروژه‌اش، با اینکه اولین پروژه‌اش بود خیلی هم خفن بود، ولی خب ما به مسئله گرفتیم. بعد 2 تا تیم داشت کلا، پرسپولیس بود و استقلال و چند تا مهره توش داشت، فکر کنم 2-3 تا هر کدوم مهره داشت. بعد اینو می‌کشیدیم مثلا با یه ذره لگ و اینا میآورد تو سیستم بازی می‌کردی، بعد مثلا گل که میزد یه گذاشتی عرفان گذاشت گل می‌کنه، اصلا انقدر این خنده‌دار بود که اصلا بازی طنز بود آفرین خیلی بود اصلا. ولی ایده یادگاری که دارم ان شاءالله در آینده بهترش بشه. و اینکه اولا که من اینا رو می‌دیدم میگفتم بابا عرفان اصلا هم چیزی غیر ممکنه که بخوای همچین بازی تو بسازی، و دیدم واقعا عرفان ترکوند این بازی. و آره دیگه حالا باگی که من میخوام بهش بپردازم لوگوی اولیه بود. دیدین مثلا آنلاین شاپ های اینستاگرام دقیقا همونطوری بود. بعد چون که نکوساف پایه از شیرداله، حالا یه نماد ایرانیه از ایران باستان، و ما اون اومدیم توی یه قالب یه لوگو 3 نفری با هم دیگه فکر کردیم. اصل فکرش با آرش بود و شیردار رو داخل نکوساف جا دادیم و یه
لوگو که واقعا من دوستش دارم، واقعا احساس کنم بهترین لوگو که میتونستیم داشته باشیم بود. آره و طراحیش هم با خود آرش بود، خیلی خوب در اومد. یعنی بعد اون طرح‌ها و طراحی که انجام میدادیم دقیقاً تو دوران مدارس بود. خب آره، همون اتاق پرورشی بود که آقا ما میومدیم میپیچوندیم کلاس‌ها رو. خب حالا معاون پرورشیمون هم فرد پایه‌ای بود، واقعا دمش گرم. میپیچوندیم میرفتیم آقا تو اتاق پرورشی، اتاق شیشه‌ای بود دیگه، یادتونه دیگه. میرفتیم اونجا برگا رو میآوردیم، میگفتیم برای مسابقات ما سری کارا داریم بعد انجام بدیم. برگا رو میآوردیم یکی یکی میومدیم مینوشتیم، یهو آرش اینجوری کرد گفت آقا تقریبا به سرم اینجوری اومد کشید همینجوری. آره همونم به بهره وری رسید و خدا رو شکر یه کار مطلوبی هم شد. آره من خیلی دوستش دارم. بعد چالش‌های کار تیمی داشتیم به نظر شما؟ چالش‌های کار تیمی همونطور که خودت گفتی، ببین اینجوری بودش که هر کسی میدونست باید چیکار کنه. خب داخل کار ما همون تقسیم وظایف از قبل انجام شده بود و هر کسی دقیقاً میدونست که باید چیکار کنه، وظیفه‌اش چیه. جالبه بخش مثلا جالبه همه حرف هم دیگه رو میفهمیدیم. آره یعنی میگفت من میخوام چیکار کنم، همه درست انجام میدن. مثلا من یه چیز تو ذهنم بود، میگفتم آقا این لوگو مثلا این شکلی باشه، آرش وقتی میفرسته دقیقاً ذهن من نگاه فرستاده. مثلا تو من یه توضیح در مورد مارکتینگ میدادم یا مثلا استراتژی رو توضیح میدادم، دقیقاً چیزی بود که آرش می‌خواست. جالب بود، همیشه با هم دیگه مچ می‌شدن. آره کلا انگار ذهن‌های تلپاتی با هم دیگه داشتن. مثلا بهترین حالت اولی که بازی رو من رفتم انجام دادم دقیقاً همون سبکی بود که من می‌خواستم. بهش گفته بودم که آقا مثلا روی کمودا میره اینجوری باشه، یعنی تمام ویدجت‌ها رو رفرمش کار کرد. خیلی خفن شد. بازی الان کجا منتشر شده؟ خب ببینید بازی داخل پلتفرم بازی مستقل itch.io منتشر شده و میتونیم بگیم که بازخوردهای خوبی هم گرفته تا الان. بازخوردش آخرش خب بس نزدیک یه هفته است که داخل itch.io منتشر شده و اصلا شما داخل گوگل تایتل و عنوان بازی رو سرچ کنید بیاد بالا. به نظرتون نقاط قوت یا ضعف یه قوت بگو یه ضعف همینطوری به نقاط قوت همین بازی یا کلا شرکت؟ کلا تیممون. توی تیم من واقعا نقاط قوتش اینه که همونجوری که خودت گفتی کار خودمون رو میدونیم که چی کار کنیم، چه کاری انجام بدیم و به بهترین حالت انجام بدیم. و نقاط ضعفمون واقعا من نقاط ضعفی رو اونقدر نمیبینم توی تیممون. من احساس می‌کنم ما الان به نظر نقاط قوت زیاد داریم ولی تنها نقطه ضعفمون توی تایم بازی سازیمونه. من احساس کنم تنها نقطه ضعفی که میتونیم در آینده، حالا اگه بچه‌ها شما بازی سازین یا میتونیم به ما کمک کنیم، میتونیم هندلش کنیم. یکم تو تایم بازی سازیه. چه تجربه کسب کردی از کار با نخوسافت؟ تجربه این بود که واقعا هیچ کار غیر ممکن نیست. یعنی من به عرفان اون اول حتی با وجود بحران‌های قطعی اینترنت، قطعی برق و دیدم اون بازی رو دیدم گفتم بابا عرفان اصلا نمیشه همچین چیزی. یهو عرفان همچین چیزی نشون داد گفتم نه واقعا اگه بخوای میشه، اگه بخوای انجامش بدی، بخوای انجامش بدی آره میشه. و این بزرگترین درسش بود. داره من حالا خودم یادمه نزدیک 10 ماه 11 ماه یک سال پیش بود دیگه، انگار با آرش نشستیم نسخه اولیه این بازی و من اومدم درست کردم یک دموی حالا خیلی خیلی ساده و ابتدایی و نشون آرش دادم. آرش گفت چیه؟ چیه گفت واقعا؟ خب گفتم داش نگران نباش اوکی میشه. گفت آقا من اینو میخوام، مثلا اینو میخوام، این آبجکت ها رو میخوام اینجوری بشه اونجوری بشه. گفتم داداش اوکی. همون خنده‌ای که آرش می‌کرد اون روز انگار حالا ثمره‌ای شد و انگار باعث این شده راهی جلو من آورد که آقا اینو بیام ارتقاش بدم، آپدیتش کنم که الان یک همچین بازی بشه. حالا توی کار طراحی و اجرا و کلا نمیدونم مدل‌های سربودی و برنامه‌نویسی چون دست‌تنها بودم، همین نقطه ضعفی که داریم میگی تو بازی سازی یک مقداری اون تایمش میاد پایین‌تر چون دست‌تنها آدم. آره و حالا اگر گفتن دیگه بازی سازی هست ما خوشحال میشیم که با هم دیگه یک کلابی بتونیم داشته باشیم. و نکته دیگه هم که هست، تجربه که من کسب کردم، من با شرکت زیادی مثلا کار کردم، نه کار بزرگ ولی خب تا حالا شرکت بازی سازی نبوده که بخوام باش کار کنم، اصلا دوستان باشن خیلی بهتر. و تجربه که من کسب کردم این بود که مثلا مورد علاقه ترم به کار فان، یعنی کاری که به نسل خودمون میخوره بیشتر مورد علاقه. یعنی مثلا من تو کار دیگه من خوب انجام میدم، مثلا با کار دیگه برای کسی دیگه که کار میکنم اونو هم خوب انجام میدم، ولی وقتی میام تو این کار دیگه علاقه میزنه. والا اینطوری هم که آقا مثلا آرش عرفان اینو نگفتن ولی من برم انجامش بدم، فلان نشده ولی من برم انجامش بدم. و این تجربه بود که کسب کردم از چیزی که واقعا دوست دارم و به نظرم بالاترین کاری که تا الان کردم به غیر از یوتیوب بالاترین کاری که کردم. فقط در مورد نسخه بعدی یه توضیح اگه داری، نسخه بعدی هست اصلا چه موردایی هست اونش هم توضیح بدید. خب آرش جان میخوای شما شروع کنید.
خب راستش انگار اول قرار بود اصلا این بازی توی یه نسخه بیاد، توی یه نسخه کامل، نسخه های بعدی رو کامل روز اول که بگم هست، نسخه های بعدی هم هست کلا به کسایی که این بازی رو انجام دادن. و اینکه ما تصمیم گرفتیم، حالا با عرفان صحبت کردیم و اینا، با خودت هم بودی، گفتیم آقا ببین چند نسخه کنیم، اینجوری هم جذاب‌تره هم برای مخاطبا. و اینکه حالا ادامهشو عرفان جان بگی که ببینید این بازی بهش می‌خوایم بگیم فرانچایز ویسپرز. تک بازی نیست، یه سینگل بازی نیست که فقط منتشر بشه کارش تموم بشه. این یه فرانچایز، یه تریلوژی یا یه سگانه است. خب این سگانه رو ما حالا کد نیماشو میگیم، اسمای کاملش رو نمیگیم. کد نیم سکوئل دوم که قراره بیاد، نسخه دوم که قراره بیاد، اسمش اکس یا همون تبر. خب سکوئل سوم این بازیمون اسمش ایندیا یا هند. خودتون دیگه بگیرین دیگه ببینید فقط چه اتفاقی اینو بهتون قراره بگم، این نسخه که الان اومده نسخه پیش زمینه ساز نسخه بعدی، یعنی آره، اونا دقیقاً. واقعا یه عملی لول دیگه. هستی. آره هم هم داستان طولانی‌تر، هم حالا چالش‌های بیشتری توی بازی هست. آره چون ما این نسخه اول بازی همون ویسپرز گرند پاز جیسی، همون میراث پدر بزرگمون، کلا استیمیتد پلی تایمش نزدیک 35 دقیقه تا 40 دقیقه بود. خب یا حتی مثلا گاهی اوقات تو کمتر هم اگه فست پاک بری میتونی انجامش بدی. خب ولی کلا زمان کلی که شما میتونی استفاده کنی اینقدر، منتها سکوئل های بعدی و نسخه های بعدی خیلی خیلی بیشتر قراره باشه. و در مورد ویسپرز رو بذاریم حالا کنار، به اندازه کافی در موردش توضیح دادیم. حالا بغیر از نتیجه که قراره بیاد، برنامه‌های بعدی نکوسافت غیر ویسپرز چیه؟ خب درسته. ببینید ما یه سری آرش میتونیم بگیم که همزمان که داشت رو این کار میکرد، آرشان داستان بازی بعدیمون هم نوشت. خب کلا اون عناوین بازی بعدیمون، اون داستان، اون اسکریپت های بازی بعدیمون رو نوشت. اینجا من میخوام بیشتر آرش توضیح بده. خب راستش کلا من علاقه دارم به نوشتن داستان، حالا بازی ترسناک، چون خودم خیلی هم فیلم ترسناک زیاد میبینم، هم بازی ترسناک میکنم و خیلی علاقه دارم تو یوتیوب هم معمولا گیم پلی بازی ترسناک. المان مهم نکوسافت بازی ترسناک. آره دیگه. و اینکه واقعا مردم هم خیلی دوست دارن کلا بازی ترسناک رو، چه حالا خارجی‌ها چه ایرانی‌ها که حالا تو این سایت میخوان دانلود کنن اینا، معمولا بازی ترسناک خیلی بازخورد بیشتری داره. و پلن بعدی نکوسافت هم غیر از این ویسپرز ها یه بازی ترسناک دیگه است که اونم من آماده کردم، حالا نمیگم چی خیلی خفنی آره. مثلا. آره و اسمش رو فقط بگیم یا نه اونم بذاریم بعد. اونم بذاریم بعد. اونم بذاریم بعد. فقط یه کد بدین خیلی جالب میشه. در مورد یوتیوب میتونیم بگیم به یوتیوب رو. آره. ببینید یه چیزی میتونیم بگیم آقا، این کد بدونید که بر اساس یک داستان واقعیه و کدش رستورانه. خب رستوران بر اساس یک داستان واقعی. از اون طرف حالا به غیر از این بازی ترسناکی قراره از سر بگیریم و انجامش بدیم، عناوین بعدی خودم و کلا اعضای تیم خیلی علاقه داریم که بریم سراغ یک بازی RPG، یک بازی نقش آفرینی، مثل حالا اسکایریم، مثل الدر اسکرولز، مثل بازی دیگه مثل GTA. حالا قراره اینو بریم سمتشو، انشالله یه بازخورد خوبی بگیریم. منتها تمرکز اصلی نکوسافت فعلا رو بازی‌های هرار و سایکولوژیکاله یا همون بازی ترسناک روانشناختی. خیلی خوب، در مورد نتیجه کاری صحبتی کنیم، نتیجه ویسپرز. تا الان یه نگاه کن ببین چقدر هم دیو خورده هم دانلود داشته. فقط قبلش من یه توضیحاتی بهتون بدم. لینک بازی داخل دیسکریپشن هست، هم یوتیوبای هممون، هم یوتیوب خود نکوسافت که از توش دارین نگاه میکنید، تلگرام ها و لینک دانلود بازی که از اونجا میتونید بازی رو دانلود کنید. همین دیگه. دارم فکر می‌کنم میدونم چی میگم. آمار وبسایت رو میارم بالا، ببینیم کلا چند تا دانلود خوردیم، به چه شکل بوده. و اینم بهتون بگم که ما 2 ساعت منتظر موندیم، برقا رفته، اینترنت نداشتیم، کلی درد سر کشیدیم سر اینکه بخوایم یه پادکست ساده بخوایم بگیریم. و بازخورد خیلی خوبی داشتیم بازی، خیلی اصلا فراتر از باور هممون بود. یعنی من به شخص خودم این فکری نمی‌کردم، همچین فکری. خب واقعا آره اینترنت رو ضعیفه ولی الان بالا میاد. خب آنالیتیکس رو این سفرم ریکورد کنیم که بعد داخل ویدیو نمایشش بدیم. خب ببینید الان در حال حاضر بازی بعد از 8 روز انتشار 226 تا ویو گرفته و 118 تا دانلود. و واقعا آمار خیلی خوبیه تو 8 روز. برای اولین بازی خیلی من برای یک سولو ایندی گیم دید. حالا بازم اینجا اگه دیده میشه به این دوربین نشون بدیم، بازم حالا ویدیوشو میذاریم.
آره دیگه خیلی خفنه، یعنی 118 تا آره اونم 200 نفر ببینن 118 نفرشون دانلود اونم کنن. 8 روز آفرین. نتیجه خیلی 26 خوبیه. نفر دیدن و 118 نفر دانلود کردن. این نشونه این میده که تریلرمون خوب بوده، آفرین. گرافیکمون خوب دقیقاً بوده، اینو ما ازش بازیمون خوب چشم‌پوشی بوده، کردیم. مارکتینگمون خوب بوده. تریلر که آقا علی ساختن خیلی تریلر خفنی است و یکی از تو مدت زمان کوتاه آفرین و یکی از دلایلی که این بازی خیلی بازخورد خوبی داشته این تریلر بود. آره و آره واقعا از آرش همین تشکر کنم سر پوستراش که همه جا دیگه پخش شده ماشاءالله و ماشاءالله کلا اصل کار که بازی بوده. ما الان ایفون رو بردیم کنار دم میگم دیگه نیستم پوستر گرافیک نیستم غیر نداشت بگیش من پوستر گرافیک عقب بزن بالا مارکتینگ فقط نه ولی واقعا دست مریضات کار همه بچه‌ها عالی بود. هر کسی تو حوزه خودش واقعا یه سری زحمتایی کشید اونم به بهترین نحو این کارو اومد انجام داد. اینجوری نبود که بگه سرسری باشه تموم شد بره، ولی واقعا در حد کمپانی‌های بزرگ بود کاری که آره انجام من شوخی کردم اینو و اینا کمپانی بزرگ چند تا برنامه‌نویس پشت یه بچه بودجه دارن پشتش و عرفان تکیه آره کلا موجودی کمپانی 50000 تومان عرفان تکی خودش برنامه‌نویسی‌ها رو کرده، کارهای بازی رو انجام داده و اونم تو کمترین زمان ممکن واقعا تو 7 ماه با همچین کیفیتی اصلا خیلی جالب. و خیلی ممنونم که تو این پادکست همراه ما بودین. لطفاً برای حمایت هم شده بازی رو دانلود کنین. خیلی خوب خداحافظی می‌کنیم. لینک تریلر بازیمون هم اون بالا میذارم آره. حتما آره. و مرسی که تا آخر پادکست با ما بودین. متشکرم خیلی ممنون لطف کردید. خدا خدا نگهدار.